در ناحیه نورآباد مقامات راه نو پلکارکنی را کشف کرده اند. آنجا از هر دعوت شونده 250 سامانی می ستانند. طبق اطلاع منابع پیام، حداقل در جماعت دهات حکیمی این ناحیه رئیسان محله موظف شده اند از دعوت شوندگان به خدمت حربی پول جمع آوری کنند. یک منبع از دهه تگ کمری جماعت حکیمی خبر داد که رئیس محله نور سعیدوف خانه به خانه مردم، آنهایی که جوانان سن دعوت حربی دارند، گشته و اعلان کرده است از سر هر دعوت شونده باید 250 سامانی پرداخت کنند. اویله های هم هستند که 3 فرزند سن دعوت دارند و موظف شدند 750 سامانی به رئیس محله بپردازند. در همین حال هیچ رسید یا حجت دیگری برای پولهای گرفتهشان نمیدهند. سعیدوف گفته است او این کار را با سپارش رئیس جماعت خلیل رازقوف انجام میدهد. هر سال در موسم دعوت جوانان به خدمت حربی، مقامات محلی در تاجیکستان اصولهای نو به نوع پولستانی را از مردم و جلب جوانان را کشف میکنند. در موسم بهاری در جماعت‌های واروخ و چارکوهی ناحیه اسفره، شعبه وزارت کارهای داخلی و شعبه کمیته دولتی امنیتی ملی در این ناحیه والدان جوانان سن دعوت به ارتش را به حبس گرفته بودند تا فرزندان ایشان برگردند. با این راه آنها نه تنها 10 نفر را برگردانیده به ارتش گسیل کردند، بلکه از 10 والدان دیگر به عوض رهایی از 500 تا 2000 دلاری رشوه گرفتند. ماه اوگوست سال جاری نیز رسانه‌ها خبر دادند فروش بلیط‌های هواپیما در این ناحیه به جوانان سن دعوت به ارتش منع شده است.